سرخط خبرهای مهم. تا 47 درجه هشدار از گرمای طاقت‌فرسا در تاجیکستان. بحث خانوادگی یا بیماری روحی. چرا مدینه خود و 4 کودکش را به دریا پرتافت؟ و سوختار در بازار حاجی شریف بختر. سلام بیننده‌های عزیز، در برنامه نویدی بامدادی برایتان آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم می‌کنیم. امروز چهارشنبه 2 ایول. شام 1 ایول در یک از کلانترین بازارهای شهر بختر معروف به حاجی شریف سوختار به عمل آمد. در مقامات ولایت ختلان سوختار را در بازار حاجی شریف صبح امروز تصدیق کردند، اما با تاکید آنها خسارات زیاد نبوده، حجم مساحت سوختار هم خیلی کم بوده است. مقامات میگویند تنها قسم میوه فروشی بازار ضرر دیده است. سبب سر زدن سوختار معلوم نیست. با گفته یک مسئول حکومت شهر بختر، سوختار خاموش کننده ها به جای حادثه آمده آتش را سر وقت خاموش کردند. در همین حال کاربران رادیو آزادی با ارسال نوارها گفتند مساحت زیادی بازار سوخته، مقامات آتش خاموش کنی تا ساعت 10 شب سوختار را خاموش کردند. گفته می شود این بازار به یکی از خانواده های با نفوذ نزدیک به مقامات بلندپایه تاجیکستان مربوط دانسته می شود. چند سال قبل نیز در قسم فروش مسائل ساختمانی این بازار سوختار سر زده بود. اداره هواشناسی تاجیکستان از آمدن هوای گرم طاقت فرسا تا حدود 50 درجه در کشور هشدار داده است. در اطلاعیه‌ای که اداره آب و هواشناسی نشر کرده است گفته می شود که از پگاه 3 ایول تا 7 ایول با سبب وارد شدن انبوه هوای گرم در ولایت ختلان حرارت از 42 تا به 47 درجه می رسد. در ناحیه‌های توبه مرکز و ولایت سوخت هوا تا 43 درجه گرم می شود. در شرق کشور هم که عمدتاً حرارت معتدل دارد، مردم باید از گرمی تا 42 درجه‌ای در سایه ها پناه برند. به گفته اداره هواشناسی حرارت بلند می تواند زودتر پیریخ‌ها را در کوهستان‌های تاجیکستان آب کرده سبب سر زدن سیل‌های پیریخی و بلند شدن سطح رودخانه‌ها در بدخشان و سوخت شود. با این دلیل به اهالی توصیه داده شده است که در ناحیه‌های کوهی و دامن کوهی احتیاطکار باشند تا از خطر سیل و آبخیزی ایمن بمانند. یک مسئول ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه کلاب در صحبت تلفنی جزئیات فاجعه در فرخار را که باعث شد مدینه حلیمه و 4 فرزندش را به دریا پرتاید شرح داد. او گفت سبب این عمل زن بحث خانوادگی یعنی بحث دوزانگی شوهرش بوده است. با گفته این مسئول زن آگاه شده است که شوهرش زن دوم دارد و برای قصاص‌گیری دست به چنین کار زده است. در همین حال نزدیکان شوهر مدینه گفتند کلینشان بیماری روحی داشته و منتظم او را طبابت و دعاخوانی می‌کردند. از وضع سلامتی وی پدر و مادر مدینه و همسایه‌ها هم گویا آگاه بودند. آنها زن دوم داشتن شوهر مدینه را رد کردند و گفتند که زندگی خوبی داشتند. در آرزوی پسر بودند و همگی 2 ماه پیش صاحب پسر شدند. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیمه 27 ساله اول 2 کودک و بعداً خود را با 2 کودک باقی مانده به دریا پرتافته است، ولی خودش کمی پایین‌تر از آب بیرون شده کودکان را آب برده است. طبق اطلاع رسمی حالا مدینه حلیمه در بازداشتگاه است و دادستانی ناحیه فرخار نسبت به او با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کرده است. جستجوی 2 طفل دیگر در دریا دوام دارد، اما با گفته نجات دهندگان در صورت به دریای 5 رفتن جسدها کفت و کاف برای آنها مشکل خواهد شد. در گذشته هم مقامات چنین فاجعه ها را با خشونت خانوادگی ربط می‌دادند. بیننده های عزیز، طوری در برنامه قبلی خبر دادیم قرار است در تاجیکستان نرخ بیکار کردن عقد نکاح رسمی 2 برابر بالا رود. مقامات گفتند یکی از سبب‌های بالا بردن نرخ پیشگیری از جدا شدن عائله‌های جوان است که سال‌های اخیر بیشتر شدند. این نوبت ما از ساکنان پرسیدیم که برای نگاه داشتن عائله چی باید کرد و آیا بلند بردن نرخ بیکار کنی نکاح می تواند از همپاشی عائله ها را پیشگیری کند؟ خیلی کارا کو دیگه آدم‌ها دا کو تاثیر هم نمیکنه. یا شو باید سازآمدگی کنن، الیمنتار اینا بلند کردن، سرانو جدا میشون، خونه میگن، در میگن، اومده زندگی نمیکنن. بیفایده لو چی زندگیشون برقرار کنن. سراغ تیانکی اشتی کنن زنکو خوشبخت شون زندگیشون برن. کودکاشون گفتی گپا به پدر مادر کلام نکنن. 1500 نه 17000 باید کنم. من بعد جدا شوی کم میشم. هم خیلی باید شانق باشه این نمیره بالاتر کردن گیرن که مقصد جدا شوی کم شود. من طرفدار همین. کنش نمود حسابی
پول که بسیار جریمهش مقصد به همین خاطر آینده ده مقصد وای میشه زندگیش خوب میشه ایسو به من یا سبب میشه. این پیشگیری برای که دیگر جدا نشوند، خصوصا جوانان که بسیارتر و یک دیگر نفهمی میکنن یا یک دیگر را نشناخته دپوستیم چی میکنن، سیمیا برپا میکنن، اویله برپا میکنن، این یک دیگر را نشناخته ندونسته گرفتن این خودش با سبب طلاق هم میشود، بسیار حد نفهمی هم میشود. وقتی که نالوگ سپرند زیادتر به فکرم که سوم ایکسشون میرود دیگر خیلی نمیکنن، نالوگ هم نمیسپرند. همه اویلیگ ما نداریم، همه شرایط نداریم در همین تاجیکستان که کار کنیم و نالوگ همه قیمت همه نالوگ کردیم. نمیدونم کم رو برای روسیه بود که روسیه با این وضعیتش وزبین دیگه مردم نمیدونن چی گفتن، بخوام چی اولادی ما چی خش تبورو همه بیچاره نمیرو برای روسیه همه رفتن یا کار کردن با این همه وزی QR کد و بونی QR کد و با این پاتنت هم فقط برای حکومت روسیه کار کردن مردم. اگر چندین مبلغ جدونه که باید فایده ندارد. با این چی مبلغ است مثلا؟ نه مبلغ حتی حل نمی شود. این فقط یگانه است که تامین نمودن جای کار مردم معاش بیاورد، روزگارش گذراند، بخواه فرزندان شود، نه جدایی میشد دیگر هیچی. من هم نمیفهم. دادگاه در ازبکستان ساکن 46 ساله ولایت قشقداریو با اتهام اشتراک در چند سازمانی ممنوع تروریستی به 16 سال زندان محکوم کرده است. صنایع صادر کردن حکم گفتن نشده است ولی به اطلاع مطبوعات محلی تفتیشات گفته است فعالیت غیرقانونی عبید سفر فصل 2013 زمان تأسیس به اصطلاح سازمان دینی و افراطی جهادچیلر در قشقداریو شروع می شود. بعد این او با عضویت حرکت اسلامی ترکستان شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش شامل شده با مقصد همراه شدن با گروه‌های جنگجویان چندین بار از خاک روسیه، آذربایجان، ایران، افغانستان و پاکستان عبور کرده است. یکی از اتهام‌هایی که این شهروند عیبدار دانسته شده است اشتراک در حمله موشکی بالای شهر ترمیز در سال 2022 میباشد. آن وقت از خاک افغانستان به محله‌های اهالی‌نشین شهر ترمیز ولایت سرخانداری ازبکستان 5 موشک پرتاب شد و به اطلاع رسانه‌ها به مالکیت ساکنان محلی آسیب رسانید. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 2 ایول خبر می‌دهیم. 2 ایول سال 2016 در انجمن حزب کمونیست تاجیکستان بعد 25 سال رهبری به این حزب بازمانده از ایدئولوژی حکومت شوروی به جای شادی شابدولов اسماعیل طالباکов رهبر انتخاب شد. رهبری او نیم سال طول کشید. طالباکov ماه دکبر آن سال درگذشت. 2 ایول سال 2007 دادستانی کل تاجیکستان از دادگاه عالی خواست که سازمان ممنوع حزب تحریر به فهرست تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی شامل شود. مقامات گفتند فعالیت این سازمان مقابل ساخت موجوده روانه شده است. منقدان آن زمان گفتند چنین تصمیم مخالف تقاضاهای طبیعت نظام دموکراتی می باشد. 2 ایول روز خبرنگاران ورزشی است که از سال 1995 با تشبث مطبوعات بین‌المللی ورزشی تجلیل می شود. در تاجیکستان اختصاص خبرنگار ورزشی یک کسب کمچین و با اعتبار است چون دانش و ملکه و هم توان پیگیری و تحلیل تحولات ورزشی را تقاضا می کند. صبح امروز قرب روبل روسی به تغییر است و 1000 روبل روسی برابر است به 125 سومانی، 100 یورو به 1164 سومانی و $100 باشد 986 سومانی مقرر شده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. برایتان روز خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.